السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز گرامی، در این ویدیو می خواهم برای شما این را آموزش دهم که ما چطور می توانیم یک گوگل اکاونت یا یک حساب جیمیل گوگل برای خود باز کنیم و درست کنیم. برای این کار اول من اینترنت را روشن کنم، بعد وارد گوگل می شوید. وقتی که وارد گوگل شدید، بعدا این قسمت را اگر شما کدام اکانت داشتید، خیر، اگر نداشتید اینجا را که زدید، اینجا ببینید افزودن حساب. من اینجا برای شما علامه میکنم، ببینید افزودن حساب. اینجا کلیک کنید، این را بزنید. وقتی که این را کلیک کردید منتظر میمانید تا اینکه صفحه برای ما باز شد. تا اینکه صفحه‌ای که ما میخواهیم یک حساب جدید باز کنیم باز شود، کمی منتظر. حالا اینجا ایمیل یا شماره تلفن را وارد کنید. میگه اگر از قبل ایمیل داشته باشید به اینجا وارد میکنید. حالا ما میخواهیم ایمیل جدیدی باز کنیم. برای این ایجاد حساب این را کلیک میکنیم و گزینه اول را، اینجا دو گزینه برای ما می آورد. ما گزینه اولی را انتخاب میکنیم. این گزینه این را انتخاب میکنید، بعد کلیک میکنید. اینجا یک نام نوشته میکنید، پایین یک نام دیگر به فارسی بنویسید، بعدا به شما به انگلیسی هم می آورد. بعدا ببینید بعدی را کلیک میکنید، می روید به این طرف. به اینجا شما جنسیت خود را اگر خواستید اینجا سفارشی را میزنید یا ترجیح میدهید نمیگوید. من مذکر را میزنم. بعدا اینجا سال تولدتان را همش را دقیق نوشته کنید که بعدا از یادتان نرود. اگر از یادتان رفت دوباره نمیتوانید همین را به دست بیارید. برای این جا شما چیکار میکنید؟ تاریخ تولدتان را نوشته میکنید، ماه را، روز را. بعدا بعدی را میزنید. وقتی که بعدی را زدید ببینید اینجا دو تا را خودکار برای من نوشته آورد. یکیش الفاریابی الماری آورد، دیگرش الماری الفاریابی. اگر خواستید خودتان بنویسید، به انگلیسی را یاد داشته باشید، اینجا یک ایمیل برای خودتان میسازید. من یکی از اینها را انتخاب میکنم، بعدا بعدی را میزنم. اینجا یک گذرواژه برای خود انتخاب کنم که از حروف باشد و از حروف انگلیسی هم باشد. هم حساب باشد هم از حروف باشد. من انتخاب کردم. حالا میزنم. کم صبر میکنین تا که درست شود. بعدی را میزنیم. بعدا میایم اینجا موافق را میزنیم. کمتر صبر کنید. ببینید به همین آسانی من یک حساب جیمیل یا برای خود کردم، درست کردم. ببینید اینجا ظاهر شد. همان ایمیلی که من نوشته بودم اینجاست. به این آسانی ویدیو بسازید.
جور صحتمند باشین. این ویدیو را لایک کنید، سابسکرایب کنید، به دوستانتان بفرستید و ما را دنبال کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.